تو دنیای فوتبال همیشه مقایسه بین نسل جدید و ستاره‌های جا افتاده جذاب بوده و یکی از داغ‌ترین این مقایسه‌ها لامین یامال مقابل وینیسیوس جونیوره. یکی پدیده 17 ساله بارسلونا و دیگری ستاره بزرگ رئال مادرید و تیم ملی برزیل. بخش اول، معرفی کوتاه لامین یامال، بازیکنی فوق‌العاده جوان که هنوز 18 سالش هم نشده، اما در بارسلونا تبدیل به یکی از مهره‌های اصلی شده. سرعت بالا، تکنیک ظریف و خونسردی عجیبش باعث شده لقب پدیده نسل جدید رو بگیره. وینیسیوس جونیور، ستاره‌ای که از همون روزهای اول ورودش به رئال مادرید معلوم بود یه چیز متفاوت داره. وینی امروز یکی از خطرناکترین وینگرهای دنیا محسوب میشه و در لیگ قهرمانان هم بارها تعیین کننده بوده. لامین یامال کمتر از 50 بازی رسمی اما تأثیرگذاری چشمگیر، چند گل و چندین پاس گل در لالیگا، جوانترین گلزن تاریخ بارسلونا و اسپانیا، رکورددار چندین عنوان سنی در اروپا، وینی جونیور، بیش از 200 بازی برای رئال مادرید. فصل 2022 یکی از بهترین فصل‌ها با حدود 23 گل و 21 پاس گل قهرمانی فینال لیگ قهرمانان برابر لیورپول، چندین قهرمانی، لالیگا، چمپیونز لیگ، سوپر جام و آینده لامین یامال. با اینکه 17 ساله است اما در زمین بسیار آرام بازی میکنه. تصمیم‌هاش پخته‌تر از سنش به نظر میرسه. اگر درست مدیریت بشه شاید یکی از بزرگان نسل خودش بشه. وینی در ابتدا نقدهای زیادی میشد اما خودش را از نظر تمرکز و مهارت تیر خلاص بهتر کرد. الان یکی از لیدرهای رئال محسوب میشه. مسیرش نشون میده که چطور یک استعداد خام میتونه به ستاره جهانی تبدیل بشه. بخش آخر، مقایسه نهایی. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، لامین یامال پدیده‌ای جوان با آینده‌ای درخشان، تکنیکی، باهوش، کم اشتباه و شبیه ستاره‌های کلاسیک لاماسیا. وینیسیوس جونیور، ستاره کامل، با تجربه، سرعتی و یکی از بهترین وینگرهای چند سال اخیر. یامال شاید آینده فوتبال باشه، اما وینی الان یکی از پادشاهان پست وینگر چپه.